سلام، آیا فرزندی دارید که هر کاری ازش میخواین میگه حوصله ندارم، برو درس بخون، حوصله ندارم، اتاق تو تمیز کن، حوصله ندارم، تمرینات تو انجام بده، حوصله ندارم؟ اینجا باید یه سوال از خودتون بپرسید: آیا فرزندتون واقعا حوصله نداره یا انجام اون کار برای سخت و خسته کننده است؟ مثال: از فرزندتون میخواین که تکالیفش رو انجام بده و اون میگه حوصله ندارم، نه اینکه از روی تنبلی باشه، بلکه براش شروع کردن اون کار واقعا سخته. اینجا اگه ما اصرار بیشتر کنیم و بگیم چند بار بگم تکالیفت انجام بده، فقط با مقاومت بیشتر فرزندمون روبرو میشیم. چیکار کنیم؟ باید درخواستمون رو از فرزندمون کوتاه‌تر و ساده‌تر کنیم. به جای خواستن کل تکالیف بگیم فقط بیا با هم سوالو اولو شروع کنیم و انجام بدیم. دیگه برای ادامه انجام دادن تکالیفش نیاز نیست که ازش درخواستی داشته باشیم. پس در نظر داشته باشید که اگه فرزندی دارید که کارهایی که دوست داره میتونه ساعت‌ها وقت بذاره انجام بده، ولی کارهایی که براش سخته و میگه حوصله ندارم، به جای زدن برچسب تنبلی به فرزندمون باید نگاه کنیم که آیا برای شروعش سخته یا انگیزه این کارو نداره.